تو چه کشورهای مثل ایران یلدا رو جشن میگیرن؟ بچه‌ها یلداتون مبارک. این ویدیو قراره یک شنبه یعنی شب یلدا بیاد بیرون، یعنی امیدوارم که تا اون موقع بیاد بیرون، وگرنه دیگه خیلی ضایع میشه. ولی آره شاید فکر کنید فقط تو ایران یا نهایتا تو کشورهای همسایه این شبو جشن بگیرن، ولی کاملا در اشتباهید. ولی ببینید مفهوم شب یلدا چیه و این شب اصلا چرا اینقدر مهمه. یلدا یعنی جشن انقلاب زمستانی و بلندترین شب سال که تو خیلی از فرهنگ‌های مختلف این شبو جشن میگیرن. ولی خود شب یلدا رو به جز ایران تو کشورهای افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان و بخشایی از پاکستان هم جشن میگیرن و رسم و رسومات اونام تقریبا با ما یکیه. یعنی اونام سفره پهن میکنن، دور هم جمع میشن، انار و هندونه میخورن، بال حافظ میگیرن و شعر میخونن. ولی همونطور که گفتم جشن انقلاب زمستانی فقط محدود به منطقه ما و شب یلدا نمیشه و تو کشورهای مختلف این فرهنگ وجود داره. به طور مثال تو چین توی همچین شبی جشنی برگزار میکنن به اسم دونگی که تو اونم خانواده‌ها دور هم جمع میشن و حالا به جای انار و هندونه کوفته برنجایی میخورن به اسم تانگجوان. تو ژاپن هم جشن توجی رو برگزار میکنن که تو اون میان حمام نارنج میگیرن و معتقدن که با این کار انرژی‌های منفی رو از خودشون دور میکنن و برای سرمای سخت زمستون آماده میشن. این همه نارنج رو از کجا میاری؟ در کل شب یلدا رو به همتون تبریک میگم و امیدوارم اوقات خوشی رو کنار خانواده‌هاتون داشته باشید. مثل همیشه کامنت‌های برتر اینجا میذارم و طبق روال همیشه الان میدونید که